به عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در دمشق و علیه کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران داشت. اما اجازه بدین که تحلیلی داشته باشیم بر رسانه‌ها از زبان خانم رانیا قاسمی، کارشناس عرب زبان حوزه رسانه، و ببینیم که بازتاب این عملیات به ویژه در رسانه‌های منطقه و کشورهای عربی چگونه بوده. خانم قاسمی سلام به شما، بفرمایید که تحلیلتون از نوع پرداخت این خبر در رسانه‌های به ویژه عربی چیست؟ الرد الإيراني التاريخية وغير خب عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی، رژیم تروریستی، در واقع تروریست رژیم صهیونیستی، در واکنش به اقدام تروریستی این رژیم در ترور فرماندهان سپاه پاسداران در دمشق بازتاب‌های گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و جهانی داشت. لازم است در این ارتباط به پوشش رسانه‌ای در سطح منطقه‌ای به این جنایت‌های رژیم صهیونیستی که در واکنش به این جنایت‌های رژیم صهیونیستی صورت گرفت بپردازیم که در سطح رسانه‌های منطقه‌ای و خبرگزاری بسیار گسترده بود، به ویژه در ارتباط به امریکا که حامی رژیم صهیونیستی است. رسانه‌های عربی و خبرگزارهای عربی در سطح منطقه و همچنین رسانه‌های مختلف در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به این مسئله بسیار گسترده پرداختند. در ارتباط با عملیات وعده صادق باید گفت که این